در 17مین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های مسلمانی قزون فیلم بهترین محسن رحیمی کارگردان کویتی که در تاجیکستان نواربرداری شده است نمایش داده شد. این جشنواره که از 5 تا 10 سپتامبر ادامه می‌کند در آن بیش از 10 فیلم بهترین نمایش داده می‌شود. فیلم بدیعی حجتی آفریده محسن رحیمی اوید به نوروز و عنعنه‌های ملی تاجیکان با نام بهترین در تاجیکستان نواربرداری شده است. کارگردان کویتی با دیدی تازه و برداشت خود از کشور تاجیکستان 90 دقیقه فیلم آفریده است. محسن رحیمی در صحبت با آزادی گفت که بازیگران این فیلم نفران غیر حرفه‌ای اند. همه بازیگران فیلم بهترین نابازیگرند. کسانی هستند که علاقه‌مندی خودشون رو به همکاری اعلام کردن. تست گرفتیم و با بعضی هاشون مدتی صحبت کردیم، شخصیت پردازی کردیم و داستان رو پیش بردیم. حداقل با هر کسی از 1 هفته زودتر یا 2 هفته زودتر در رابطه با نقشش صحبت کردیم و بعد داستان رو پیش بردیم. این فیلم روز 9 سپتامبر با مناسبت 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان نیز در شهر قزون به تماشا گذاشته شد. در جشنواره مؤلف فیلم محسن رحیمی و قهرمان اساسی فیلم دولت رجبوف شرکت دارند. در نظر است بگاهی امروز از جشنواره فیلم قزون نتیجه گیری شود. از کجا معلوم الان زنده باشه بهتره؟ شما معجزه خود را از این درخت طلب میکنید یا از خدای خویش؟